خدمت شما آقای شریفپور عزیز، مژگان عزیز، حمید جان و همه همکاران عزیز در استودیو آرزوی سلامتی برتان دارم و شب یلدای خوب را برتان آرزو میکنم. همچنان سلام خودم خدمت شنوندگان خوب رادیوی شهروند تقدیم میکنم. امیدوار هستم در هر جای دنیا هستن لحظات خوشی را در کنار خانواده داشته باشن و شب یلدای خوب را سپری کنن. سپاسگزارم سر نازنین. با این اسامی که گفتم هستن دوربر ما خوشحالیم صدای شما رو میشنویم و مهمانانتون که حتما جایگاه خودشون رو دارن چون با شما هستن و شما با این دوستان. خب یلدا و تشکیلات اولا خجسته باد بر شما، فرخنده باد. بگو ببینم شما چگونه یلدا رو داشتین و میگذرونین؟ سابقه اون چجوریه؟ چه کارا میکنین سحر جان؟ جهان سپاس از شما. یلدا به شما هم خجسته باد. یلدا در افغانستان، برگزاری مراسم شب یلدا در افغانستان شباهت زیادی به برگزاری شب یلدا در ایران دارد، چون مردم این دو کشور از یک نسل هستند، نسل آریایی هستند و مردم افغانستان هم شب یلدا با افروختن هیزم و چوب در صندلی که معادلش فارسیش کرسی میشه یک فضای را در خانه ایجاد میکنن. خانم‌ها غذاهای مخصوص و معروف افغانی را مانند قابلی پلو، سبزی پلو، کوفته درست میکنن. البته یادآور میشم که پختن سبزی در مراسم عنعنوی و مذهبی برای افغان‌ها اکثرا حتمی میباشه، چون افغان‌ها به این فکر هستند که با داشتن سبزی سر دسترخوان، سبزی نماد سلامتی و سرسبزی است برشان. همچنان با صرف چای و شیرینی و میوه خشک، انار و تربوز که همون هندوانه معادل پارسیش میشه، تفاعل به حافظ شیرازی و شاهنامه با شنیدن داستانها و تجربیات از محسن سفیدان چون پدر کلان، مادر کلان، پدر مادر شب به سپیده دم میرسانند و سنت شب نشینی در یلدا را نماد مبارزه با جهل و تاریکی میدانند. برای همین نخواستم زیاد وارد جزئیات باشم چون همکاران خوبم بهناز جان و مژگان جان توضیحات بسیار کامل و مفصل و خوبی دادن. از حمید جان خواهش میکنم که یک آهنگ به مناسبت شب یلدا با صدای آقای صبوری رو پخش کنن و برمیگردیم در استودیو با حضور مهمانان گرامی. اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم مثل عالم بود. تو بودی در کناری من، دلیم جمع بود، دلیم جمع بود. وای دانه دانه باران میباری، سوی بای بالا میرفتیم، کاری با تماشایی مردم در کنار دریا میرفتیم. کسی در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود. کسی مستانه می میزد و با میخانه نی میزد، کسی از بابتی دنیا نمی ترسید نری میزد.
اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود. همون شبها همون کابل برایم مثل عالم بود. تو بودی در کناری من، دلی جمع بود دلی جمع بود. وای دانه دانه باران میبارید، سوی باغ یارا میرفتیم، گاهی با تماشایی مردم در کنار دریا میرفتیم. چشمی خسته خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و عیاری حریفی با حسابی بود. جدایی خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی. خب دوستان نازنینم، بسیار بسیار زیبا و قشنگ طرب‌انگیز بود این ترانه. سحر جان کی خونده بود این این آهنگ؟ آقای امیرجان صبوری خواندن با صدای گرم آقای امیر صبوری داریم. این آهنگ که یکی از ترانه‌سازان بسیار مشهور افغانستان هم هستن. بله و خواننده خوبی هم هستن. خواننده بسیار خوبی هستن. بله استعداد بسیار درخشانی دارن. بسیار عالی. خب سحر جان وقت رو نگیریم، با مهمانانتون برنامه رو داشته باشین دیگه. مهمانانتون معرفی کنین دیگه، خود دانید. مهمانان امشب ما جناب آقای احمد فایز هستن و همچنان الهه احرار هستن که هفته گذشته با ایشان برنامه داشتم. دو شاعر بسیار برجسته خوب افغانستان هستن. الهه جان و آقای، سلام بر شما. تشکر، سلام به شما و به ناصری صاحب و همچنان به آقای فایزی صاحب محترم و به تمام شنوندگان بسیار زیاد خوب برنامه رادیو شما. شب روز و شب یلدای همه شما مبارک باد. الهه جان از شما خود روز است فکر کنم هنوز. بله میشنویم از آقای فایز. استاد سلام بر شما. سلام به شما و سلام به هموطنای عزیزم، همزبانا، دوستای عزیز شنونده برنامه شما و شنونده رادیو شهروند. ما هم به نوبه خود شب یلدا را برای همه فارسی زبانا و آریایی نژادهای دنیا تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسیار خوشحال هستم با شما در برنامه امشب همراه هستیم. جهان سپاس. الهه جان امشب کدام آمادگی خاص گرفتین بر شب یلدا؟ بله، چون که قسمی که شما میفهمین شب یلدا یک فلسفه بسیار خوبه بر افغانا داره. با وجود از که بعضی ها متوجه شدن فکر میکنن که شب یلدا افغانا تجلیل نمیکنن، اما شب یلدا یکی از شب‌های بود که حتی در زمان ما پادشاه که اولین شاه آریانای کبیر بود در بلخ، حتی در زمان از اونا از این شب تجلیل میشد. این شب به خاطر تجلیل میشد در افغانستان، به خاطر که افغانستان یک مملکتی بود که مردمش همیشه به کشت و زراعت و اینا مصروف بودن. 3 فصل سال اینا همیشه در کشت زمین و مثلا بیل زدن زمین و آماده ساختن زمین، در بهار به کشت و کار و در تابستان اینا مصروف آبیاری اینا می بودن و فصل خزان فصل بود که اینا همیشه کوشش بسیار زیاد جدی میکنن که مو کشت و کاری که اینا کردن حاصل از رو جمع کنن. بنابراین تماما فصلهای سال اینا مصروف می بودن و یگانه وقتی که اینا بسیار زیاد خوب یا
یافتن، وقتی که بسیار راحتی احساس کردن. این وقت سال بود که اینا بنامه و امی شب بود که مهتاب گم میشد و بسیار شب تاریک میشد. بنان اینا یک بهانه به خود جور کردن و مردم قدیم چون وقت تلفن نبود، اینترنت نبود، تلویزیون نبود، وسایل ارتباطی بین دوستا و فامیلا بسیار کم بود، اینا یک بهانه جور کردن که بخواین که دوستا با اما یک جای شده و شبها را تا صبح زنده داری کنن، قصه کنن و از میوه های تازه بخورن، داستان ها و قصه های بسیار شیرینه که از زمان های قدیم به ما میراث مانده اینا به یکی دیگه بازگو کنن، خنده و شوخی و مزاح و اینا کنن. بنان این شب فلسفی که در افغانستان داشته، از این خاطر شب یلدا در افغانستان بسیار زیاد رایج شد و خصوصا که امی قسم که سرجان گفتن به افغانستان چون که مملکت پیشرفته نبود و حتی به اون وقت بسیاری از ممالک دیگه همچنان اونا هم پیشرفته تر نبودن، مردم از صندلی استفاده میکردن و به سر صندلی خود از میوه های خشک انواع اقسام میوه ها را میماندن و اینا از این شب به صفت این شب یک بهانه ساخته اینا از این شب استفاده میکردن و حتی ابو ریحان بیرونی که یک وقت مربوط خراسان میشدن اینا این شب به نام میلاد اکبر گفتن. بنان به احترام نیاکان خود، به احترام بزرگایی که از ما قبلا زندگی میکردن، بنان من به خاطر یاد بود از اینا خواستم که همیشه به تجلیل کنم. بنان میوه خشک گرفتم و خواستم یک غذای خاص افغانی پخته کنم و یک چند دوست دعوت کنم و اما گرده هم شیشته یک شب تا صبح، اگر تا صبح نتونستیم تا ناوقتا باشیم و قصه کنیم از گذشته ها و از زندگی های افغانستان، از اینا بازگو شویم به یکی دیگه و از اون خاطر به احترام بزرگای خود، به احترام گذشته های خود و به احترام نسل که از نژاد افغانستان هستم و افغان هستم و از اون خاطر خواستم که امی میراث فرهنگی خود نگاه کنم، حفظ کنم و از این شب تشریف کنم. بسیار خوب. استاد شما چی خاطره دارین از شب یلدا؟ با تشکر. حرفای خانم احرارم شنیدیم، حرفای خوب گفتن، ولی من فکر میکنم که در افغانستان وقتی به پیشینه ها بر بگردیم و گذشته های نچندان دور در تاریخ افغانستان، سرزمین بزرگ آریانا جستجو کنیم، فکر کنم همه حرفایی که در مورد شب یلدا بود دوستای ایرانی ما همه صحبت کردن. چیزهایی که رسم و رواج ها، عنعنات و کلچر مردم افغانستان و ایران و آریانای گذشته بوده همشه گفتن. دقیقاً حرفای خانم احرارم من با ایشان موافق هستم، ولی از وقتی که ما در افغانستان به دنیا آمدیم کمتر رنگ و رو داشته شب یلدا در افغانستان به نظر من و بسیار زیاد خاطرات جالب و خوب نداریم. دولت مدارای افغانستان همیشه در تلاش ازی بودند که آنچه ما از گذشته های خود، از فرهنگ و عنعنات گذشته های خود داشتیم یک مقدار رنگ و رویش کمتر کنن و به اصطلاح اونها را کتمان کنن که گویا ما با این حرفا ناآشنا هستیم، در حالی که کلا ما هم همه مراسم داشتیم و داریم. من خودم شخصا از شب یلدا تا قصه های جالب فکر نکنم داشته باشم، ولی صورت به خاطر ندارین قصه های شب یلدا ما جالب نیست، چون او مراسم کلا در تمام افغانستان، در سرزمین که امروز به نام افغانستان یاد میشه، زیر تاثیر حوادث مختلف زندگی اجتماعی رنگ و روی خود باخته. ولی باز هم خوشبختانه که امروز وقتی میبینیم دوستایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن با یادکرد از گذشته های خود، با یادکرد از تاریخ و فرهنگ گذشته های خود این روزها را، این شبها را تجلیل میکنن، ما بسیار خوش میشم. ولی متاسفانه ما در افغانستان امروز هم چون شب یلدا آمدنی هست فکر نکنم با او
عظمت و بزرگی که در گذشته ها تجلیل می شده در افغانستان تجلیل نمیشه. من باور ندارم به این. به همون خاطر دیروز شما اگر یادتان باشه قرار برای داشتیم. بله. از من خواستین شعر برای شب یلدا بنویسم. بله. من نمیفهم که شعر در شروع بخوانیم یا در آخر برنامه. اگر به مناسبت نباشه فکر کنم در شروع برنامه بخوانیم بهتر است. اگر بخوانیم بهتر میشه. من فکر میکنم خوب است. به اجازه شما و خدمت دوستای دیگه، شب یلدا عنوان شعر است، ولی یک مقدار اگر دوستا از نوشته من ناراحت هم شدن امیدوارم خورده نگیرند. خیر باشه. کشورم در خون من آواره از یلدا مپرس. کشورم در خون من آواره از یلدا مپرس. شعر شب را می سرایم دیگر از فردا مپرس. خانه ها تاریک شب طولانی و دیوار سرد. کوزه ها خالی دیگر از جنبش دریا مپرس. سالها شد قصه ما از شب یلدا گذشت. از شب با دردهای ظلم و استیلا مپرس. یاد آن انگورهای چیده و آن قصه ها مثل یک خواب است در ذهنم، از آن شبها مپرس. مادرم با قصه آوای باران و پری سیر میخندید و میگفت دیو را از ما مپرس. دیگر از وحشت سرای زندگی کوچید از دستان گرم روزگار. دیگر از وحشت سرای ملک آریانا مپرس. جشن زیبای بهار و مهرگان برباد رفت. عید ما آواره شد تا دور این دنیا پرس. تا شود آزادگی و عشق و امید و صفا، راه و رسم زندگی در سرزمین ما مپرس. هر کجا بیگانه در هر قدم جنگ و نفاق. دیگر از من قصه یا شعر از یلدا مپرس. جهان سپاس از شعرتان استاد. خواهش میکنم. نظر من در مورد یلدا چنین هست و بوده. با عرض پوزش دیگه نمیفهم که دوستا شاید موافق باشن یا مخالف. تشکر استاد. برمیگردیم به الهه جان. الهه جان ساعت چند است فعلا ویرجینیا؟ ساعت ما فعلا 11:25 صبح است. خب پس شما هوا چطور است؟ هوا بسیار خوب است امروز هوای بسیار گرم و آفتابی و به زمستان هیچ نمیمانه. بسیار خوب. من امروز از صبح از خواب که بلند شدم هوا تاریک و ابری بود، هوا طوفانی بود، همونطور که آقای شریفپور عزیز چند بار در برنامه یاد کردن. از صبح که بلند شدم فکر کردم شب یلداست. و یه خاطر جالب براتون تعریف کنم. تقریبا 3 روز پیش بود در فیسبوک بچه‌ها پیام تبریکی یلدا رو گذاشته بودن. من وقتی که دیدم تبریکی شب یلداست رفتم مغازه انار خریدم و خواستم مراسم رو برگزار کنم. بعد از صرف انار و غذا و چیزا صبحش متوجه شدم که شب یلدا نبوده. خیلی برام جالب بودی داستان. فهمیدم که امشب شب یلداست. خب یک حساب است که تاریخی که ما اینجا هستیم فعلا امروز 21 ماه 12 است، یک ذره شباهت نداره به تاریخ ما و شما. یکم برام جالب بود، خندیدم. به دوستایم گفتم امروز گفتم انارا و جشنا رو ما 2 روز پیش انارا رو خوردیم، جشناشو گرفتیم.
خب از آقای شریفپور عزیز جانم. سحر جان من گوش میکنم سوالی از مهمانای عزیز بله دارین؟ من درود میفرستم به استاد فائز، به الهه جان احرار. چقدر خوشحالم دوباره صدای الهه جان رو شنیدم و خوشحالم که آقای احمد فائز رو داشتیم. ایشون گفتن که ما خاطرات خوبی نداریم از یلدا. راستم میگن، ولی جناب استاد فائز ما بایستی خودمون برای خودمون بسازیم اون زیبایی ها رو نگه داریم و درست در اساس بله میدونین کاملا با شما موافق هستم. ما باید بسازیم و این یک ایده است، یک آرمان است، یک هدف است برای نسل بالنده امروز افغانستان و بچهای خوبی که دلشان برای وطنشان، برای تاریخشان، برای سرزمینشان میتپه. واقعا ما با شما موافق هستم. به هر حال اگر شما باید داشته باشین یک زمان بسیار دور نه، در 10 سال پیش ما حتی اجازه برگزاری جشن نوروز نداشتیم، چه رسه به برگزاری شب یلدا. سرزمین افغانستان امروز دست و بالش بسته است و برش باید هر فرزند صدیق افغانستان که هست تلاش بکنن، سعی بکنن، کاری انجام بدن که دیگه ما همچه تصورات از گذشته های خود نداشته باشیم. این دقیقا با شما من موافق هستم، ولی متاسفانه که چنین است، چاره نیست. واقعا اگر به مناسبت نباشه من فکر میکنم یک شعر دیگه بخوانم برای همین سرزمین ستم کشیده که حالی هم هنوز زیر بار منت بیچارگی نفس میکشه. بفرمایید. سرزمین خورشید نام داره شعر. ما به مناسبت نیستم یالا بخونیم. میهنم آزاد شو، فریاد کن، هو هو بزن. زنده شو، دریاترین امواج را پارو بزن. از شب و دیوارها دوری گزین و دور شو. کشور خورشید شو، آتش به آن هر دو بزن. بار دیگر بر کویر خستگی ها شاخم زن. ابر شو، زیبا ببار، سخت نغمه ناجو بزن. کوه باش و آسمان تا قله ها آباد شو. باز هم در اوج های آبرو پهلو بزن. راه رو سرمست شو تا انتها، تا بیکران. رودکی را شعر ناب پهنه آمو بزن. سرزمینم پاک شو از لوث گرگان سیاه. هرزگی را از دیار خیشتن جارو بزن. سرزمینم قامتت از این جهالت ها شکست. بار دیگر روشنایی ها به هر جا، به هر سو بزن. سرزمینم قامتت از این جهالت ها شکست. بار دیگر روشنایی هر کجا، هر سو بزن. رستم و تهمینه را در عشق ها اسطوره کن. رستم و تهمینه را در عشق ها اسطوره کن. دشمن مزدور را در جنگ رو در رو بزن. میهنم آزاد شو، فریاد کن، هو هو بزن. زنده شو، دریاترین امواج را پهلو بزن. با تشکر. سپاسگزارم. تشکر از شما. برمیگردیم به الهه جان. نظر شما چیست آقای
شریف پور عزیز. والا من میگم سراپا گوش بودم آقای فائز درست میگن، اما خاقانی شیروانی جناب فائز گفته همه شب‌های غم آبستن روز طرب است. یوسف روز به چاه شب یلدا بیند. میگذره اینها روشنایی ها، میاد شب تیره هم، حالا طولانیه، ما میتوانیم با همدیگه باشیم، همه انسان ها مخصوصا ماها آقای فائز دردهای مشترکی رو داریم، ولی خب در جشن‌ها و شادی‌هامون که دیگه سهیمیم. به قول سحر میگفت امروز پا شده یا یه بار دیگه دیده بخواست شب یلدا رو بگذرونه، اما دیده که تاریکه، اما در پسش نور سحر خوبی هم هست. سحر جان استکهلم همینجوری بود آقای شریفپور. بله امروز هم ما خیلی تاریکی داشتیم، اما دل خوش داشتیم که میایم و دور هم هستیم. اتفاقا این بهترین شب یلدایی است برای من، بهترین خاطره است که در کنار شما و شنوندگان و مهمانان خوب هستم، در کنار همکاران عزیزم هستم، خیلی خوشحال هستم. برای ما هم خجسته بود سحر جان. برمیگردم به الهه جان. یک سوال دارم ازش که عرفا اهل ادب در مورد شب یلدا چی نظر دارن الهه جان؟ تشکر. پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم میخوایم به آقای فایز بگویم که اشعار شما بسیار مقبول است، چون از دل نوشتین به دل میشینه، بسیار زیبا نوشتین و خاطراتی که شما گفتین با شما موافق هستم، چون که تهاجمی که در افغانستان صورت گرفت نه تنها که تهاجم سیاسی بود بلکه تهاجم فرهنگی هم چنان بود، خصوصا امی دههای 1990 دهی بود که تا به 2011 دهی بود که ما یک تهاجم فرهنگی بسیار قوی را تجربه کردیم که ما را از فرهنگ، از تمدن، از عقل، از ادب، از دانش، از همه چیز اینقدر به دور نگاه کردن و اینقدر تاریک نگاه کردن که وقتی که امو آوان کودکی من یادم میاد و ایران میمونم حتی بعضی شبا که به خوابم میاد، امو دوران طفولیتم، امو دوران جنگ‌ها و امو دوران طالبا که وقتی بود که من باید درس میخواندم، من باید یک چیز میشدم، اما وقتی بود که ما به یک تهاجم فرهنگی قرار گرفته بودیم و وقتی بود که زمانی بود که نه تنها که حتی به ایمان و حتی به ایمان ما اونا کوشش میکردن که صدمه وارد کنن، چون که بعضی چیزی بود که ما باید به او عقیده نبودیم، چون که به نظر من فرهنگ و مذهب دو چیز بسیار مختلف هستند. ما دین خود با فرهنگ خود مختلط نمی کنیم. دین ما بسیار مقبول است، بسیار زیباست و فرهنگ ما بسیار غنی است. ما می خواهیم که هم دین خود نگاه کنیم و هم فرهنگ خود نگاه کنیم. وقتی که کسی دین ما را به صفت یک سلاح استفاده میکنه و میخواد که فرهنگ ما را نابود بسازه، چون که غنای معنوی ما فرهنگ ماست، او ما را بسیار زیاد آزار میته و رنج میده. و دیگه دلیلی که شما گفتین که شما نتونستین از این شبها تجلیل کنین، من شما موافق هستم. شما کسایی بودین که مثل پدرجانم، کسایی بودین که شما به جنگ‌های متواتر مصروف بودن و هیچ وقت یک دم خوشی نداشتن که بشینن امرای دوستا خنده کنن. حتی هر روز به اخبار از دست دادن عزیزایتان بودن، هموطنتان، دوستا، آشناها، و هر روز ما شما هیچ یک روز نبوده به داخل افغانستان که ما روز خود بدون از این آغاز کرده باشیم که بفهمیم که امروز یک راکت به کدام جای تصادم نمیکنه. و هیچ شبی را من به یاد ندارم که من به خواب رفته باشم به صفت یک طفل بدون از اینکه خبرها را، چون پدرجان و مادرجان به خبرها گوش میکردن و من همیشه به خبرها چون اونا بلند گوش میکردن، من همچنان به صفت یک طفل به خبرها گوش میدادم و همیشه وقتی که به خواب میرفتم پیش از او که من به خواب برم میفهمیدم که امروز چند نفر افغان از بین رفت و خبر میشنم چند طفل پای و دست و اینا خود از دادن. بناهن ما هیچ وقت یک موقع خوشی نیافتیم که از این روزهای خوب زندگی خود تجلیل کنیم، از نوروز تجلیل کنیم که ما همین موقعی افتاده باشیم که بتونیم به سبزه ها بریم لغت کنیم، نه به سبزه لغت کردن بیرون بریم، چون که زمینای ما پر از ماین بود. حتی به صفت یک طفل ما حق نداشتیم اگر یک کسی توفه به ما میداد، ما حق نداشتم توفه رو بگیرم، چون که میترسیدم که آیا با مو کدام کسی بم نمانده باشد. بنان تجربه که ما به زندگی خود داشتیم، به افغانستان داشتیم، من با شما بسیار 100% موافق هستم. شما تجربه دارین که مادر جانم داشته، پدر جانم داشته، کاکایم داشته، مامایم داشتن و افغانای دیگه ما داشتن. اما امروز ما به صفت یک جوان افغانی که نو سر بالا کردیم، ما میخوایم که امو فرهنگ تهاجم فرهنگی که در افغانستان ما صورت گرفته
میخوایم با شعارهایی از عرفای خود و شعارهایی از دانشمندای افغانستان، از دانشمندای آریانای کبیر، از دانشمندای خراسان زمین، میخوایم که به سهم تمام جوانا و نوجوانای افغان نژاد و ایرانی نژاد و همشان برسانم که ما و شما باید مفتخر فرهنگ و علیت خود باشیم. ما باید ببالیم به بنای معنوی و فرهنگی که داریم. بنابراین من همیشه قسمی که سرجان امیال گفتن من به پیام های عرفا گوش میکنم. مثلا این شب یلدا شب نبود که مثلا تازه به وجود آمده باشه. این شب است که حضرت، چون که این شب بسیار تاریک میشد، مهتاب بالکل از بین میرفت، یک شب تاریک بسیار تار می بود. بنان حضرت سعدی شیرازی گفتن که هنوز با همه دردم امید درمان است، هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. چقدر مقبول سرودن. و همچنان فیض کاشانی محترم، اونا گفتن که روزهای تیره بر شبها فزود، روزهای تیره بر شبها فزود، عمر من شد یک شب یلدای عشق. یعنی تماما امی بزرگای اهل عرفان و ادب اینا بسیار شب یلدا را به اشعار خود به نوع انواع اینا آوردن. مثلا حضرت خاقانی گفتن که تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف، تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف، تو شام فروزنده و گیتی شب یلدا. به خاطر این تاریکی شب یلدا یک اراسی که به وجود میاره. مثلا وقتی که زمانهای قدیم چون مردم به کشت و زراعت و اینا مصروف بودن، خرمنای خود جمع میکردن. بعضی وقتا از زمانهای قدیم بخلا بخالت و اسادت و اینا وجود داشت. بعضی کسا میرفت از تاریکی شبها استفاده میکردن، خرمن یک نفر با آتش میزدن. بنان او یگانه شب بود که هم شب خوف بود برشان، چون شب تاریکی بود نمیتونستن از خرمنای خود حفاظت کنن. و همچنان یک شبی بود که اونا به خود یک بهانه جور میکنن که امرای دوستا همشان یک جای شون و همه شب تجلیل کنن. تشکر از سالیه جان. دوستان پیام گذاشتن که وقت نداریم، فقط یک 4 بیتی کوتاه تقدیم میکنم به همکارای عزیزم و مهمانای عزیزم و همه شنوندگان عزیز که میگن: بلندی شب یلدای من باش، طلوع روشن فردای من باش، ولی فردا خدا داند کجایی، همین حالای من باش. جهان سپاس از آقای شریفپور عزیز، همکاران عزیز و مهمانان گرامی که زحمت کشیدن، وقت دادن به ما و آقای شریفپور زحمت کشیدن، این فرصت رو به ما دادن که شب یلدا را در کنارشان باشیم، در کنار همکارای عزیز باشیم. به ما که خوش گذشت سحر جان. سپاس از شما. از یک جهان تشکر از قربانت برم. میمان نوازیتان. یک جهان بسیار افتخار میکنم که امروز با شما سپاسگزارم الهه جان. سپاسگزارم از احمد فائز نازنین. از سحر اولا شما مهمان نیستین، صاحبخونه هستین، برنامه مال خودتونه. من که تقریبا صاحبخونه. بله 100% زحمات شما رو ما نادیده نمیگیریم. قربانتون برم. ممنونم از شما. سپاس دارم. لطف کردین آقای شریفپور، دوستای عزیز، سرجان، همه دستن در کارهای برنامه شما. از همه تشکر میکنم. لطف کردین. زنده باشین. زمینه بسیار خوبی بود برای گفتن حرفهای نگفته. انشاءالله که فرصت داشته باشیم بعداً بیشتر صحبت کنیم، بیشتر حرفهای با هم داشته باشیم. دردها مشترک است، دردهای زیادی هست. از سرزمین بزرگ آریانا، از دوستای هم زبان و هم دیار، همدل. بله. واقعا حرفای زیادی برای گفتن داریم. انشاءالله که در خدمت خود در آینده ما در خدمت هستیم. ممنونم جان فائز. از شنونده‌های عزیز که زحمت کشیدن، صدای ما را شنیدن، زحمت به خودشان دادن. یک جهان سپاس. ممنون شما. لطف کردین. زنده باشین. احرار نازنین، الهه جان، من از شما هم سپاس دارم بسیار و همچنین از سحر گرامی که این پل رو زد. تا درود دیگر بدرود. سپاسگزارم. سحر جان لطف کردی، با ما هستین دیگه. سعی میکنم. بله. قربانت برم. ممنونم. سپاس. با اجازه شما تا درود دیگر بدرود. بدرود.
کشورم در خون، من آواره از یلدا مپرس. شعر شب را می سرایم، دیگر از فردا مپرس. خانه ها تاریک، شب طولانی و دیوار سرد، کوزه ها خالی، دیگر از جنبش دریا مپرس. سالها شد قصه ما از شب یلدا گذشت، سالها شد قصه ما از شب یلدا گذشت، از شب با دردهای ظلم و استیلا مپرس. یاد آن انگورهای چیدم و آن قصه ها مثل یک خواب است در ذهنم، از آن شبها مپرس. مادرم با قصه آوای باران و پری سیر میخندید و میگفت دیو را از ما مپرس. زندگی کوچید از دستان گرم روزگار، دیگر از وحشت سرای ملک آریا ما مپرس. جشن زیبای بهار و مهرگان بر باد رفت، جشن زیبای بهار و مهرگان بر باد رفت. عید ما آواره شد تا دور این دنیا مپرس. تا شود آزادگی و عشق و امید و صفا، راه و رسمی زندگی در سرزمین ما مپرس. هر کجا بیگانه در هر قدم جنگ و نفاق، دیگر از من قصه یا شعر از یلدا مپرس. کشورم در خون، من آواره از یلدا مپرس. شعر شب را می سرایم،